زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ معامله مردم با شما چگونه است؟ حقوق شما را کسی پایمال میکند؟ سلام، محمود کاروان هستم، محافظ افغانستان. 5 سال از همیشه هستم، در خوجند زندگی میکنم. اگر نوروز آرام است، اگر خوشی آرام است، اگر صمیمیت آرام است، سلام بینندگان عزیز، ما امروز از طرف اساسیاسیون بلوگران اشتراک داریم در جشن بین المللی نوروز در سفارت افغانستان. بیا یک جای با شما میبینیم فرهنگ این همسایه کشور خود را که طول چندین سالها می شود در تاجیکستان زندگی دارد و چندین سوالها از مردم میکنیم که معامله مردم تاجیک در با اونها چگونه است و حتی زندگی اونها در تاجیکستان چگونه است. آیا حقوق اونها را کسی پایمال میکند و دیگر سوالهایی است که حرکت میکنیم با سفیر افغانستان صحبت داشته باشیم. شما ما را همراهی کنید. پیامبر اسلام درود بر او و آلش میفرماید حج عمره تا عمره دیگر کفارت گناهان میگردد و حج قبول گردیده پاداشش جز جنت دیگر چیزی نیست. شما آرزوی خانه خدا را دارید؟ شرکت زمزم شما را با راحتی کامل و نرخ‌های موافق به حج عمره میبرند. ویزا، چیپتا و مهمانخانه، راهبردی با تجربه، خدمت رسانی با صفت، سفرهای انفرادی و گروهی. حال تماس گیرید و سفر مقدس خود را فرمایش دهید. سفرها از روسیه، تاجیکستان و ازبکستان. معلومات بیشتر را شما میتوانید از رقم‌هایی که در روی نوار است دسترس نمایید. اگر شما از نام دوستتان صدای امید مراجعت کردید، حتما به شما تخفیف کرده و خدمت خوب میرسانم. بانوان عزیز، اگر شما خواهید درآمد خود را داشته باشید، به شما توصیه می‌کنم شرکت فابرلیک همکاری با دسته اپای اهدیه از داخل خانه در وقت‌های خالگی شما میتوانید کار فعالیت خود را دوام دهید. معاش از 3000 سومانی بالا. خودی حاضر به رقم‌های در روی نوار بوده زنگ زنید و معلومات بیشتر را از اپای اهدیه گیرید. نام شما؟ علیکم السلام، اسم من آرش است و از افغانستان هستم. یک چند سوالی دارم، میخوام که از شما نظرتون را بگیرم. چرا که نه؟ حتما. زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ شکر خدا، زندگی در تاجیکستان بسیار راحت است، بسیار خوب است. از خیر و برکت امام علی رحمانوف صاحب رئیس جمهور کشور تاجیکستان ما چندین ماه میشه که در تاجیکستان زندگی میکنیم و بسیار یک زندگی خوب و خوش داریم و ما راضی هستیم. حقوق شما را کسی در تاجیکستان پایمال میکند؟ نه خیر، اینجا حقوق همه برابرن. افغان‌ها هم مانند تاجیک‌ها اینجا زندگی میکنن، حقوقشان برابر است. معامله مردم تاجیک با شما چگونه است؟ تا فعلا الحمدلله کدام معامله کدام برخورد خراب همراه ما صورت نگرفته. دیگه کسی که تابع قانون، تابع امی فرهنگ تاجیکستان باشه، انشالله که بسیار مردم خوب، بسیار مردم با عزت و فرهنگ هستند. معامله مردم با شما چگونه است؟ معامله مردم با ما بسیار معامله خوب دارن، رفتار خوب میکنن و بسیار با ما کلتور و فرهنگ ما خوبتر که یک است. یکی است. بله. زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ بهترین زندگی. اول خو عرض سلام، محمود کاروان هستم، محافظ افغانستان. 5 سال از همیشه هستم، در خوجند زندگی میکنم. بهترین زندگی است. معامله مردم با شما چگونه است؟ چی رقم برای شما بگویم؟ همی که هم کش، هم زبان و هم برادر و هم دین و هم مذهب هستیم، همه رفتار ما برادران است. کسی حقوق شما را پایمال میکند؟ به هیچ صورت. به هیچ صورت. حقوق شما را کسی پایمال میکند؟ نه خیر، نه، به هیچ وجه. اینجا حقوق همه برابره. اینجا قانون دارن، اینجا حقوق برابره، همه چی خوبه. مردم تاجیکستان چه تمنایی داره؟ فقط دعا میکنیم که مردم تاجیکستان همیشه همونطور تنج باشن، آرام باشن، سرفراز باشن
همی که از ما مهمان نوازی میکنن، عزت میکنن. ما حافظ هستیم، زبان یک مملکت هستیم که از نمایندگی یک مملکت میکنیم، زبان یک مملکت هستیم. ما از دولت تاجیکستان به خصوص از جناب رئیس جمهور آقای امام علی رحمان اظهار سپاس میکنم که بر ما همین زمینه آسایش و آرامی را مساعد کردن که ما اینجا زندگی میکنیم. سلامت باشید. زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ زندگی در تاجیکستان بسیار عالی است. کسایی که از افغانستان میان، یعنی کشور دوم، کشور خود میدانن اینجا، بسیار کشور با عزت و با آبرو، با مهاجرین بسیار برخورد خوب میکنه. زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ زندگی در تاجیکستان برای ما افغانا بسیار خوبتر است. ما کشور امنیت که در کشور خود نداشتیم، اینجا بهترین امنیت ها داریم از هر لحاظ. معامله مردم با شما چگونه است؟ از معامله مردم بسیار راضی هستیم، بسیار معامله خوب دارن. مردم تاجیک، ما هم تاجیک هستیم، بسیار خرسند هستیم از رفتار مردم تاجیک. همانطور که معلوم است مردم تاجیک بسیار مهمان نواز هستند و بسیار مهمان نوازی های زیادی از تاجیکان اینجا دیدیم. حقوق شما را یگان کس پایمال میکند؟ نه خیر، نه. وقتی که تابع قانون، تابع فرهنگ تاجیکستان باشی، بر رسم و رواجش پابند باشی، هیچ کس حقوق و حقوقت پایمال نمیکنه. و مردم تاجیکستان چه تمنیات دارید؟ مردم تاجیکستان بسیار مردم خوب، مردم با فرهنگ. انشالله خداوند همیشه کشور تاجیکستان سربلند و آباد داشته باشه. با گفته خود شما تاجیکستان به پیش. سلامت باشید. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، سفیر کبیر و نماینده سیاسی مردم افغانستان در تاجیکستان، جلالت‌مآب هیچ گروه افراطی تجلیل و اظهار بدارم که نوروز پل ارتباط میان ملت‌ها و ملت‌ها هست. جای بسا افتخار است که از میراث فرهنگی نیاکان ما، از تاریخ با افتخار این حوزه تمدنی، رهبران با احساس و رهبران با درک این حوزه تمدنی توانستند که نوروز را نوروز جهانی بسازند و ثبت سازمان ملل متحد نمایند و در جمله میراث‌های فرهنگی یونسکو تسجیل شود. من باور دارم که خدمات این رهبران را تاریخ جهان و تاریخ کشورهایشان هرگز فراموش نمی‌کند و این جشن پل ارتباط میان ملت‌ها و ملت‌های ما است. جا دارد که
در این نوروز پرشکوه، نوروزی که در تاجیکستان حسیس در قریه و قصباتش از این جشن تکبیر به عمل آوردن، این جشن گرامی داشتن. تفاهمنامه‌ای که بین کشور تاجیکستان، ازبکستان و کرغیزستان به امضا رسیده، این به همه مردمان منطقه، بخصوص به این سه کشور دوست و برادر مبارکباد بگویم. من باور دارم که این تفاهمنامه همیتی، این تفاهمنامه دوستی دائمی برای صلح و همبستگی تأثیرات عمیق خود را در صلح منطقه و در صلح جهانی دارد. آرزومند هستم که روزگاری در سرزمین ما همچو صلح و ثبات حاکم شود تا مردمان ما بتوانند در آغوش همدیگر در زیر یک چتر بزرگ به نام افغانستان بزرگ زندگی بکنند و در کشورهای منطقه رفت آمد بدون ممانعت ویزا داشته باشند. و آرزومندی این روزی که همه ما شاهد همچو روزی باشه. ابو شاعر میگه بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من شما صمیمانه نبود. بوده بظاهر اما مشتاق وطن، در باطن ما نقش از آن خانه نبود. شعر بسیار غمگین در استاد خلیلای خلیلی سروده که این با سرنوشت وطن ما مطابقت دارد، ولی در حیامی سروده بود که در اونجا نوروز را ارام نمی‌گفتند. همون میگفت گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان راه نکشاید. ولی ما میگم که گویید به نوروز که اینجا بیاید. امروز واقعا سرزمین تاجیکستان پیشترول نوروز است. هرچند در سرزمین ما نوروز را ارام اعلام کردند. و من میدانم که این چی خلل و مشکلی را بر دین، بر مردم، بر جامعه ایجاد میکنند. آیا امروز که اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف، سفرهای مختلف از کشورهای مختلف، هنرمندان دوست داشتنی تاجیکستان، افغانستان و از کشورهای مختلف در زیر این سطح، در زیر این چتر جمع شدند به عنوان یک خانواده مشترک، کجا از این خلل به دین میرساند؟ من به او جایی که این جشن به دوره جهالیت نسبت میدم خطاب میکنم که هرچند سرزمین ما زخمی هست، هرچند مردم ما هاواره و پراکنده در سراسر دنیا حضور دارند، ولی استوار و یکپارچه به خاطر دفاع از تاریخ خود، به خاطر دفاع از فرهنگ خود، به خاطر دفاع از مردم خود، به خاطر دفاع از میراث‌های فرهنگی نیاکان خود یک دست و یک پارچه هستند و پیش می‌روند. اگر نوروز آرام است، اگر خوشی آرام است، اگر صمیمیت آرام است، اگر همبستگی آرام است، حلال چی هست؟ انتحار حلال است، کشتن ملت حلال است، سرکوب زن حلال است، نرفتن مدرسه زن حلال است، زن را از کار دستش قطع کردن حلال است، جامعه را به طرف وحشت بردن حلال است. بناهن معلوم است افراطیان به هیچ صورت خوشی انسانها را آرزو ندارند. ما همه را مشاهده کردیم که امروز
برای مامورین متقاعدین و خواهران ما شرایط کار وجود ندارد. وضعیت اقتصادی در حالی است که مردم در کوچه و پس کوچه گدایی میکنند، ولی 165 میلیون دلار امریکایی را به خاطر تشویق انتحاری ها توضیح میکنند و توجیه میکنند که هر کس خود را انتحار کرد، هموطن خود را کشت، انسان کشت، این جایزه در قبالش ادامه دارد. من باور دارم که این بار آزادی سرزمین ما، افتخارات سرزمین ما به دست جوانان نیرومند ما که در کوهپایه‌های سرزمین ما به خاطر دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خود حضور دارند و او خواهران آزادی خواهی که در زیر شلاق گروه‌های افراطی صدا بلند میکنند، او برادران قهرمان ما که امروز در سلولهای زندان نشستند و هیچ گناه و تقصیر ندارند، بدانند که تنها نیستند، اینجا یک ملت وجود دارد. ملتی که از نوروز خود تجدید میکند، ملتی که وحدت و همبستگی دارد، ملتی که برای سرزمین خود جان میدهد. من یک بار دیگر تشکر میکنم از این تریبون، از جامعه بین المللی. نهایت خوشحال هستیم که تا امروزی روز جامعه بین المللی گروهی را به رسمیت نشناخته و تشکر میکنیم از سازمان لاها که جنایتکارایی که سرکوب میکنند زنان، خواهران و مادران ما را، مادرانی که مادر است، خواهرانی که خواهر است، زنانی که همسر است، اینها سرکوب میشوند. خوشحال هستم که این ادامه کشانیدن به محکمه لاها ادامه پیدا بکند و مبارزه تان ادامه بدهیم، استوار باشیم، با همت باشیم. فقط در اخیر من تشکر میکنم از تک تکتان، از شما خواهرای عزیز، از شما هموطنان گرامی. من باور دارم که امکانات اقتصادی چاره‌ساز نیست. امروز جشن پرشکوهی را که در سرزمین تاجیکستان شما راه انداختید، این با نیروی شما، با انگیزه شما، با توانمندی شما در خانه خود شما رایج شده. یک بار دیگر نوروز براتان مبارک می‌گویم و سپاسگزاری می‌کنم. مردمان دوستداشتنی تاجیکستان و خصوص وزارت معارف تاجیکستان که امروز شرایط تحصیل و 300 تن از خواهران ما که در افغانستان کوچک مصروف تحصیل هستند آماده ساختند، اظهار قدردانی میکنم. یک بار دیگر جشن را به همه‌تان مبارک میگوییم و پیش به سوی افتخارات تاریخی سرزمین افغانستان جواب بسیار خوب و مناسب و موافقی بر از اونا دادند. نامه از اونا را پاره کردند، یک لشکرکارای بسیار خوبی کردند که یک لشکر 100 هزاری که با تفنگ هم دستش باشد این کار کردن نمی‌کنند، ولی بسیار یک کار خوبی را انجام دادند. وقت شما و هموطنان عزیز خود نمی‌گیرم. دو فرهنگی دیگر که همراه است، یکی شخصیت بسیار معزز وطن ما جناب عبیدالله اصغری و همچنان ولی محمد شاپور رئیس قانون فرهنگ در عالم حضور دارند. توفیق که هموطنان شما از کشور عالم تهیه دیدن او را می‌خواهیم که در جلال زمین صاحب مشترکاً تفیض نمایید. جناب اصغری صاحب و همچنان شاپور صاحب. برنامه
اشاره زدم. بنابراین من از این سر میکنم که نوروز یک جشن است که برای تاجیکان از روزی تولد و پیدایش این ملت تا امروز همراه و همپا بوده است. ولی یک نکته بسیار مهمی که امروز اینجا میخوام تذکر دهم این است که همین تولد جمهوری تاجیکستان همچون دولت دقیقاً در روز نوروز اعلام شده است. یعنی سال 1925 وقتی که دولت نوین تاجیکستان تأسیس میشد، رئیس اون وقته دولت محترم مصطفی مقصود تصمیم گرفتند که ما روز اعلام جمهوری رو روز 15 مارس سال 25 یعنی دقیقاً در روز آغاز جشن سر سال یا نوروز اعلام میکنیم. بنابراین نوروز برای تاجیکستان هم جشن کریم است، هم روزی حقوقی و سیاسی این دولت هم هست. و درباره نوروز در این جمعی بزرگوار، در این جمع کسانی که خود دارنده و برنده و زنده دارنده نوروزند، دو نکته رو فقط با هم میخوام در بیان گذاریم. یکم این که بزرگترین فرقیت نوروز، بزرگترین تفاوت نوروز از تمام سالهای نو که ما در تاریخ
این رقص تاجیکایی که در افغانستان زندگی میکنند. کف بزنیم و در طالبان نشان بدیم که ما فرهنگ و عنعنه خودم هیچ وقت از آن نمیبریم. کف بزنیم.
صبر و تمکین به اندازه کنه بیا پیوند خدا بازه کنه صبر و تمکین به اندازه کنه عشق خود بار دیگر تازه کنه عشق خود بار دیگر تازه کنه درس شیراز و سمرقند و هرات جان برادر عاشق حلم بیکرانه جان برادر گرز بندر یا که از بلخ و بدخشانه جان برادر هنریم عشق نوپرکاره جان برادر نگذار فاصله ها دور شود مهر الفت کم و بیرون شود نگذار فاصله ها دور شود مهر الفت کم و بیرون شود مردم آوارم و رنجور شود همه آوارم و رنجور شود گرز خود جنداز بامیان و اصفهان جان برادر مهد فرهنگ واسطانه جان برادر گردنگرها و مشهد که زخدلانه جان برادر زاده پاک خراسانه جان برادر همه از یک دل و یک جانه جان برادر ما همه نسل یاریاره جان برادر در قین الله موج نارسا با خانشی غذا من در حریم حضرت آدم خوش آمدی نوروز خوش آمدی نوروز خوش آمدی نوروز جشن من نوروز جشن تو نوروز جشن جمله عالم خوش آمدی نوروز جشن من نوروز جشن تو نوروز جشن جمله عالم خوش آمدی با فرحتی نسیم با خانه گرنهی چون راز آشنا از عالمی قدیم در بارگاهی حضرت آدم خوش آمدی نوروز خوش آمدی نوروز خوش آمدی نوروز جشن من نوروز جشن تو نوروز جشن جمله عالم خوش آمدی نوروز جشن من نوروز جشن تو نوروز جشن جمله عالم خوش آمدی یعنی دستم بازم به شما آفرین ای بلکی آرزو ای صبحی آشنا بازاکی زندگی از توست ابتدا نوروز خوش آمدی نوروز خوش آمدی نوروز جشن من نوروز جشن تو نوروز جشن جمله عالم خوش آمدی رسمی کهندیان در عین نوبهار با مانجیران ازان با خانشی غذا من در حریم حضرت آدم خوش آمدی نوروز خوش آمدی نوروز خوش آمدی نوروز جشن من نوروز جشن تو نوروز جشن جمله آدم خوش آمدی نوروز جشن من نوروز جشن تو نوروز
دوست داشتن شما رو برای صحنه دعوت بگیرید. مرحمت استقبال کنید. پروین آسیانی عزیز. تشکر زیاد. نوروزتون مبارک باشه. یک جای خرسندی بهترین. خیلی دستا. دوستان عزیز فکر میکنم که برنامه برای شما پسند آمد. خب با سفیر افغانستان خواستیم که صحبت کنیم، کمی وقتشون کم بود. کارت خود را دادن، یک روز دعوت کردن بیایم از نو با نوار گرفته حتما بهر شما میرسانیم.